خواب دیدن از آن مسائلی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده و معمولا آثار برخی از این خوابها در زندگی خود لمس و مشاهده میکنیم. این رویاها در بسته‌بندی های مختلفی قرار دارند که بسیار از آنها نیاز به تعبیر دارند. خواب در اسلام حرکت روح به سمت عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب خالق مثالی و برزخی به خود میگیرد و پرواز در میآید و جاهای مختلفی میرود. عواملی را سیر میکند که در بیدارسازی برایش مسیر نیست یا نمیتواند. میتوان گفت روح انسان در خواب آزاد میشود و میتواند مسیر افق نماید و گذشته و آینده را بدون صورت ماضی ببیند، زیرا زمان در آنجا به شکل زمان ما نیست. گذشته و حال آینده در آن یکی است، منتها این الهی رو بستگی به تکامل روحی و افرادی دارد. موضوع خواب فرایند آن یکی از اسرار الهی است که خداوند علم آن را به بندگان خاص خود عطا کرده است. حالا بریم برخی از آیات قرآن کریم در مورد خواب نگاهی بیاندازیم. از جمله آیات 42 سوره زمر که می‌فرماید خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند و نیز روحی را که در موقع خوابشان نمردند قبض می‌کند، سپس آن را نفسی را که بر او مرگ واجب کرده است نگاه می‌دارد. آن دیگر نفس‌ها را تا هنگام معینی به سوی زندگی دنیا باز می‌فرستد. بر اساس این آیه خواب نوعی مرگ است. دانشمندان محقق همواره مربوط جنبه‌های زیادی از چگونگی و عملکرد مغز و روی تحقیق می‌کنند. با اینها هنوز 100% از چگونگی عملکرد خواب مطمئن نیستند. دانشمندان قدیم و جدید درباره حقیقت و مطالبی مختلفی گفته‌اند که در فرهنگ قرآن کریم خواب یک نوع مرگ است، منتها مرگ ضعیف و کمرنگ، همان گونه که در آیه 42 سوره زمر شرح داده می‌شود. میشه فهمید گونه که ارتباط روح به بدن سه نوع است: یک، ارتباط 100% هنگام بیداری. دو، ارتباط ناقص و کمرنگ هنگام خواب. قطع ارتباط کامل یعنی مرگ. بنابراین خواب برادر مرگ است و چهره ضعیف مرگ می شود. از مجموع روایات به دست میاد که خواب دارای دیدن اقسام و نواحی است که خلاصه آن به صورت سه نوع است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: یک، جنبه‌های الهامی دارد و بشارتی از سوی خداست. دو، افکار ولگرد آشفته شیطانی. سه، از اسرار نهایی انسان است که انسان آن را در خواب به صورت خود شکل دیگر می‌بیند. امام صادق علیه السلام فرماید خواب دیدن سه گونه است: یک، بشارتی از سوی خدا برای مؤمن. دو، هشداری از طرف شیطان. سه، خواب‌های آشفته و پریشان. خواب دیدن پدیدی رمزآلود و همواره سوال برانگیزی است. خواب برای انسان‌ها، حیوانات نیز بر اساس آزمایش‌هایی که انجام گرفته است خواب می‌بینند. همچنین تحقیقات علمی نشان داده‌اند که افرادی مادرزا نابینا هستند و هرگز بینا نداشته‌اند در هنگام خواب رویاهای تاثیر نمی‌بینند، زیرا این مغز این افراد با دیدن آشنا نیستند و تجربه‌ای ندارند. این افراد را بر سایر احسای بدنشان خواب می‌بینند، مثلا لمس می‌کنند یا می‌شنوند یا می‌بویند. در اینجا قصد ندارم زیاد وارد بخش‌های علمی موضوع شویم، بلکه بحث مورد نظر ما پرداختن موضوع با خواب و رویا از منظر قرآن روایت است که امیدواریم این مورد توجه قرار گیرد. اصل خواب دیدن و تعبیر خواب از منظر قرآن و روایت موضوع مسلم و غیر انکار است. تا بخشی از خواب‌هایی که احساس و پوچه است و خواب‌هایی که آشفته و شیطانی است و بخش دیگر خواب‌ها صحیح و دارای تعبیر میباشد. یکی از موضوعات اصلی خواب مربوط به دیدن رویاهای صادقانه و خواب‌های پریشان است که حکمت آن در دست اهل بیت و انبیا و اولیای الهی است. امام صادق علیه السلام درباره برخی از حکمت‌های آن به مفضل فرموده: ای مفضل، درباره خواب‌ها حکمت‌های در آمیختگی راست و دروغ و نیکان بیندیشید. اگر تمام خواب‌ها راست و صادق بود، همه مردم پیامبر و از اخبار غیب آگاه بودند، و اگر تمام آنها نادرست و کاذب بود، چیزی زائد و بی‌معنی بود و سودی نداشت. این روح اگر راست است، مردم از آن سودی میبرند و با آنها به سوی نیکی میروند و از بدی پرهیز میکنند. بسیار از آنها دروغ است تا بر خوابها اعتماد کامل نشود. بر اساس این روایت امام صادق علیه السلام مشخص می شود که پیامبر الهی و خواب دست داشت تا خداوند باب علم را برای انسان‌های معمولی بسته است. نکته دیگر که برخی خوابها حقیقت دارد و برخی فاقد اعتبار است و اگر حقیقت داشته باشند برای انسان سودآور خواهند بود. همچنین روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد که می‌فرماید کسی که مرا در خواب ببیند مرا دیده است، چرا که شیطان نمی‌تواند در خواب بیداری به صورت من و اوصیای من درآید و در قیامت ظاهر شود. نه با توجه بر این روایت دیدن رسول خدا در خواب از رویاهای صادقانه به شمار می‌رود که ارزش بالایی برخوردار است. نمونه‌های بیشماری از این نوع رویاها
دیدن پیامبر اکرم در خواب از سوی علما و اشخاص برجسته که تاکنون سب رسیده است نشان دهنده ارتباط روحانی تنگاتنگ پیامبر اکرم با خواص و مظامت خویش است. بنابراین ما به آنچه در خواب میبینیم واقع باشیم و با توجه به اقسام مختلف خواب و نسبت به آن توجه داشته باشیم. و اگر از نوع رویا صادقانه باشد و دنبال تعبیر مناسب باشیم و توجه به آیات و روایت آن را نادیده نگیریم و به آن اعتنا کرده اهمیت لازم را بدهیم. خواب را بر چه کسی تعریف کنیم؟ یکی از سوالاتی که معمولا برای افراد پیش میآید این است که خوابش را یا رویایی که دیدیم چه بد و چه خوب میبینیم برای چه کسی باید تعریف کنیم. این پرسش ها در زمان حیات و زندگی مبارک معصومین علیه السلام بزرگان دینی از این نظریه سوال کردند که ایشون درباره این سوال می‌فرماید. با عنوان مثال پیامبر اکرم که درباره این فرمایید هرگاه یکی از شما خواب خوبی دید آن را تعبیر کند و برای دیگر بازگو کند و اگر خواب بدی دید آن را تعبیر نکند و برای کسی نگوید. ایشان همچنین درباره این که برای چه کسی میتوان خواب را تعریف کرد فرمودند رویا را برای کسانی که از حسادت و تجاوز میرانند نباید بازگو کرد. روایت است که روزی الفضل خوابی می‌بیند که سخت آوار و آشفته و گرم کننده است. سراسیمه به خانه پیامبر اکرم این را خواب خود را برای آن حضرت تعریف می‌کند. رسول خدا، من در خواب دیدم تکی از بدن شما در خانه من قرار گرفته است. تعبیر این خواب چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را آرام می‌کند و می‌گوید دخترم فاطمه به زودی پسری به دنیا خواهد آورد که تو او را شیر خواهید داد. الفضل با شنیدن خوابش از زبان پیامبر اکرم آرام می‌گیرد و از این رو پس منتظر روزی می‌شود که رویاش به واقعیت تبدیل شود. دیگر از سوالاتی که معمولا مطرح می‌شود این است که کدام رویاها بشارتی از طرف خدا برای مؤمن به همراه دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره آیه 60 سوره یونس می‌فرماید آن بشارت خواب خوبی است که مؤمن ببیند و بعد وسیله آن در دنیا نوید داده می شود و نیز درجات دیگر که درباره همین آیه می‌فرماید آن بشارت روی راستی است که مؤمن و یا کسی دیگر برایش می‌بیند. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچنین درباره رویای صادق می‌فرماید رویای راست و نویدی است که از خداوند و جزئی از جزای نبوت است. موضوع رویا مثال پیرامون آنچنان جایز اهمیت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره می‌فرماید کسی که صحت خواب و دیدنهای راست را باور نکند به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورده است. قرآن کریم واقعیت خواب دیدن و اثرات آن را به صورت مسئله مهم پرگاه مطرح می‌کند و او را درجات مختلفی بین هم می‌پردازد. قرآن کریم آیات متعددی از خواب دیدن افراد از قبیل انبیا و پادشاهان و افراد عادی به وجود دارد که نشان دهنده اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم خواب دیدنها با حیات افراد و اجتماع دارد و مسئله خواب دیدن و تعبیر خواب از دیدگاه قرآن واقعیت قطعی است. بنابراین ما مسلمانان هرگز نمی‌توانیم خواب تعریف را در ردیف خرافات و حدیثات بدانیم. در پایان با این گونه نتیجه گیری کنیم که مسئله خواب دیدن و تعبیر خواب از دیدگاه قرآن واقعیت قطعی است که مسلمانان هرگز نباید خواب دیدن و تعبیر خواب را در ردیف خرافات و حدیثات مسائل پیش پا افتاده بشماریم، بلکه یقین بدانیم که روح ما هنگام خواب در عالمی مسیر می‌کند که در بیدارسازی برایش مسیر نیست. از خدا می‌خواهیم ما را از دیدن خواب‌های شیطان دور سازد و ما را نیز لایق دیدن انبیا و اولیا خویش سازد و ایشان را برای ما در خواب و زیباترین شکل ممکن نمایان سازد تا روح تشنه ما رایت کامل خود را نو از سنی تعیین نماید و آثار آن را در دنیا و آخرت شامل حال ما کند. ممنون از اینکه تا اینجا این ویدیو را تماشا کردید. ممنون میشیم برای حمایت از ما سابسکرایب کنید و اگر همین ویدیو را دوست داشتید لایک و بکوبید.